از من میشنوی این ویدیو رو اصلا نگاه نکن، چون میخوام بهت یاد بدم باقلوای پسته رو خودت درست کنی، یه جوری که دیگه باقلوای پسته بیرونی به چشمت نمیاد. برای شروع میریم سراغ درست کردن شربت باقلوا. شکر و آب رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و میذاریم روی حرارت ملایم 10 دقیقه بجوشه. سپس بهش هل، گلاب، زعفران و یک اسلایس لیمو ترش رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم 15 دقیقه دیگه هم بجوشه. ما لیمو ترش رو اضافه میکنیم تا از شکرک زدن احتمالی این شربت جلوگیری کرده باشیم. بعد از اینکه کارمون تموم شد شربت رو کنار میذاریم که کاملا خنک بشه و میریم سراغ پسته. پسته بهتر اینه که خودتون با دست خوردش کنین، چون وقتی میریزین داخل میکسر بیش از حد پودر میشه. کره رو بذارین روی حرارت ملایم تا آب بشه. خمیر یوفکا یا خمیر باقلوا رو نیم ساعت زودتر از فریزر خارج کنین. خمیر رو باز کنید و قالبتون رو روش قرار بدین و به اندازه قالبتون برش بزنین. حتما قالب رو هم با کره آغشته کنین و سپس یک لایه خمیر باقلوا روش قرار بدین. تعداد خمیرهای باقلواتون هر تعدادی که هست، نصفش رو برای زیر مواد پسته‌ایتون در نظر بگیرین و نصفش رو برای روی مواد پسته‌ای. و هر لایه خمیری که قرار میدین باید حتما با کره فراوون آغشتش کنین. خب کارمون رو ادامه میدیم تا برسیم به لایه مواد پسته‌ایمون. پسته رو به صورت یک نواخت پخشش کنین و حتما روی سطح پسته‌تون هم با کره آغشته کنین و دوباره خمیر رو بذارین و روی خمیر رو با کره آغشته کنین و روال کار رو همین جور ادامه بدین تا برسیم به آخرین خمیر باقلوا. آخرین خمیر باقلوا رو هم یعنی روی کار رو حتما با کره آغشته کنین و به صورت دلخواه برش بزنین. فر رو که از قبل گرم کردیم 180 درجه، نیم ساعت حرارت از پایین و 10 دقیقه حرارت از بالا تنظیم میکنیم. سپس باقلوا رو از فر خارج میکنیم، همونجور داغ داغ شربت باقلوا رو روش اضافه کنیم و با تزیین دلخواه تزیینش کنیم که من با پودر پسته تزیینش کردم. اگر از اکسپلور ما رو میبینین حتما ما رو فالو کنین، چون ویدیوهای آموزشی بیشتری در انتظارتونه. باقلوا رو در کنار قهوه یا چای نوش جان کنید.